مهدیار عجب حال بدی دل چقدر گرفته از اینکه بچه بودیم دلمون خرفته. نه نبودش خوبه نه والا اومدنش خیانت دلیلم بود که آخرش خوب زدمش. حیف اون همه شب حیف عدومون نبوده قشنگتر همینجوری بد بمون. انقدر که افسردم حس به هیچ آدمی نی به خدا رفت رو قیمت 2 روز ما پریدی. الان با یکی ردیفم ولی خود دلم نی که بهش دست بزنم رو نمیدم به هرکی. میدونم میخوای بیای رود نمیشه ردیفه ما رو به کی فروختی اما بهترم اینه یه جا پایین بری دوره بشی کابله. تو هنوز اونجا موندی آقاتون بابله. میشه همین وقتی خیرت بی پشت سرت به این راه نمیدن با کت با سس بخره. تقصیر تو نبود هر کی یه جون بزرگ میشه. تو بچگی عقده بزرگ شدی عقده ماشین رستوران خوب سکس خوب تو مکان خوب. من خیرم با آدمای بیزاتم میرسه تبلیغات میکنم واسه هم دیرم بگی از طرف مهدیارم 10% بگو تفصیل دیجی علی همایی اسم مهدیار لقب تخریب کرد. اسم مهدیار لقب تخریب کرد. خب خانم همین بود که شما رو تهدید کرد. آره من بودم پیچی همه چی تابلوه. بگو من هنرمندم دستبندم رو باز کن نمیزنم اینجا جای حرفه. اصلا تو خودت رو بیا بذار جای بنده. باشه من دیوونم جای من زندانی قصه خواهر این تهش میخوایم اعدام شیم. اومد توی زندگیم الان خودش خوشه. این فقط میاد تو زندگی یارو خودش کنه. قیافش قشنگه ولی خب عوض میشه. یه خرم عمل کنی جون خودش قشنگ میشه. من مزاحمش نیستم چند تا سوال دارم. اگه میخواستی بری چرا گفتی باهات باشم. آره داستان اون شب بوده از سمت من زور داشت لاشی بشی واسه ما سگ بده. میخوام داد بزنم فوش بکشم بهت ولی میگم تو اصلا چرا فکر کردی اما بهتری. میخوام فقط بیام ببندمت مشت و اگه از دستم به خودت نخورد شیشه ها مشت بزدم. دیدم تو فیس و قیافت که اینه یزیدی رفتی ترکیه دادی برگشتی نرینی. الان تو لاکچری ریدم تو لاکچری ها جلو من لال و خاموش ساکت صاف بشینا. مشکل از منه که زیادی تو رو جدی گرفتم. یه بیلول تلشی که